سلام قهرمانان، چطورین؟ خوبین؟ امروز اولین ولاگی که من دارم میگیرم ولاگ کاریه. دارم میرم تهران، چند تا جلسه دارم. جلسه اولم با مناطق آزاد کل کشوره، بعدش با منابع انسانیه و بعدش هم با صنایع دستی برای کار داخل قطر. ببینیم چی میشه دیگه. حالا توی مسیر روندا رو کامل بهتون توضیح میدم و اینکه چه اتفاقاتی میفته، نقاط قوت، ضعف، اشتباهات و چیزهای دیگه. انشالله که با هم باشیم آخر ویدیو و خیلی چیزا رو دارم که اونجا بخوام بگم و یه تحلیل کلی رو در آخر ارائه میدم. فعلا سلام مجدد. امروز پنجشنبه است. دیروز خیلی اتفاق افتاد، خیلی جلسات بود. به خاطر یه سری حساسیت‌ها من نمیتونستم این بار فیلم بگیرم، اما قول میدم در دفعات بعد حتما فیلم بگیرم. امروز صبح اجلاس در واقع و نمایشگاه حمل و نقل و ترابری بود. من تازه برگشتم هتل. حتما تا برم سمت فرودگاه یه توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاده و اینکه چه اشتباهاتی کردم یا چه موقعیت خاصی برام پیش اومد که اصلا من برنامه‌ریزیش اصلا نکرده بودم. تمام اینا رو بهتون توضیح میدم و آخر ویدیو هم حتما یک موضوعاتی که احساس میکنم توی سفر و توی بیزینس هم باید میکردم رو یا اشتباهات خاصم رو اعلام میکنم و میگم و خوشحال میشم اگر شما سوالی دارید، مسئله‌ای دارید، موضوعی که من بتونم کمک کنم، حتما پیامتون رو بذارید. من با کمال افتخار میخونمش و بهش پاسخ میدم. سلام مجدد. الان من اومدم فرودگاه. ببخشید هم خیلی جلو تصویر هم مجبورم آروم صحبت بکنم. کاری که دیروز تا الان شد این بود که دیروز تقریبا ساعت 10 جلسه داشتیم با مناطق آزاد، به ویژه مناطق آزاد انزلی. متاسفانه اصلا جلسه خوبی نبود. کسانی که اونجا بودن بیشتر به دنبال منفعت شخصیشون بودن تا پیشرفت یک منطقه و در این حال بیشتر به دنبال این بودن که بتونن یه چیزی رو جدایی از اعتبار و احترام به دست بیارن. خب من اصلا نمیتونم اینجوری کار کنم. من هر قدمی که برمیدارم ترجیح میدم اولش اولویت کشورم و مردمم توش باشه، ولی خب نتونستم بدون تعارف باشون کنار بیام. جلسه بعدمون با منابع انسانی کل کشور بود برای یه سری پروژه‌های کاری که داخل قطر داریم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما ببینید. حتما سعی میکنم چند پارت باشه چون اونجا جلسات خیلی پشت هم و با آدمای خیلی بزرگی داریم. احتمال هم داره حدوداً اگر اتفاق نیفته 3 هفته دیگه بخوایم حرکت کنیم و بریم اونور. جلسه با منابع انسانیمون خیلی خوب بود، خیلی همکاری کردن و خیلی فرصت ها رو در اختیارمون گذاشتن. جلسه بعدمون با یک فردی بود به عنوان نماینده صنایع دستی کل ایران بود. یه خانمی بود، خیلی خانم متشخصی بود، فوق العاده توانمند بود، فوق العاده اصولدون و اصیل بود. خیلی جلسه اونم چیز بودن بین 3 ساعت زمان برد. قرارم شد من هفته بعد احتمالاً بیام تهران و یه جلسه جامع‌تری رو من دوباره با ایشون بذارم. سر صنایع دستی بود و یک سری چیزای خاص دیگه که بتونیم توی حوزه JCC، حالا همون خلیج فارس و در این حال عرب زبان‌ها جاشون بخوایم بندازیم. این فرهنگیه که باید بتونیم پیشرفتش باید بتونیم بدیم و هدف ما هدف بازاری اروپاییه. اما خب خیلی مهمه که شما از چه درگاهی این کار رو انجام بخواید بدید و ما تصمیم گرفتیم از قطر این کار رو انجام بدیم. هر اتفاقاتی که افتاد قطعا سعی میکنم که براتون ویدیوش کنم اگر چیز آموزشی داخلش باشه. من ببخشید یه مقداریم لو انرژی هم دیروز سال اصلا درست نتونستم بخوابم، فکرم همش درگیر بوده. برسم خونه حتما
اون قولی که بهتون دادم، اون اشتباهات و اون نقاط قوتی که رعایت کردم و به دست آوردم و اون امتیازاتی که تونستم به واسطه اون به دست بیارم رو توی آخر ویدیو قطعاً براتون میذارم. ارادت. مخلص همه. طبق همون قولی که بهتون داده بودم، این آخر ویدیو میخوام در مورد کلیت مسائل و موضوعاتی که خیلی تو بیزینس مهم هست و تو این سفر برای من اهمیت داشت در موردش براتون صحبت بکنم. سفر من قرار بود 4 روزه تقریبا باشه، اما خاطر اتفاقاتی که افتاد و اون دوری مسائل نسبت به تفکرات و اون دیدی که من داشتم، ترجیح دادم که 1.5 روز این سفر رو خاتمه بخوام بدم. مسائلی که پیش اومد عمدش بحث مناطق آزاد بود که متاسفانه مخصوصا مناطق آزاد انزلی، متاسفانه اونجایی که من رفتم بیشتر من اونجا رو یک مکان و محیط برای تجارت شخصی دیدم تا اینکه یک تجارت باشه به نفع مردم، به نفع کشور و آبادانی یک کشور. و این خب منو خیلی آزرده دل کرد، خیلی و خیلی رو من تاثیر گذاشت. متاسفانه من از ابتداش بخوام بهتون بگم، من اولی اشتباهی که کردم اینه که شما وقتی با بعد قدرت وارد یک جلسه میخواید بشید، این نکته خیلی مهمه بچه‌ها، اونم اینه که هیچ وقت آن تایم نباشید. یعنی بین 5 تا ربع ساعت حتما تأخیر بکنید. مثلا اگه میگن 10، شما 10 و ربع، 10 و 20 دقیقه سعی کنید اونجا برید و اونا رو منتظر بذارید. این اون تعادل ذهنیشون رو برهم میزنه. ولی من متاسفانه چون خودم خیلی آدم آن تایمی ام و خیلی حساسم روی این موضوع، اینجا رو اشتباه کردم. اولین اشتباهم بود. بعد که وارد شدم، متاسفانه من قرار بود با 2 شخص صحبت بکنم، اینکه این 2 شخص در یک تیم بودن، در یک جایگاه. وقتی صحبت شروع شد، من متوجه این شدم که این 2 نفر اصلا با هم دیگه مشکل دارن. یعنی 2 ور قدرتی که ما به هر جفتشون نیاز داریم، این 2 ور میخواستن روی همدیگه رو کم کنن و بگن که در واقع توان من بیشتره، نفوذ من بیشتره، من اونجا آدم دارم، من اینجا این اطلاعاتم بیشتره. این اطلاعات اونو نقض میکرد. و از اون بدتر، من وقتی که رفتم و وارد در واقع اون بطن کار شدم، دیدم که اصلا اون چیزی که میگفتن نبودن. اطلاعاتشون فوق العاده پایین بود. نمونهش این بود که من وقتی ازشون سوال میکردم خب الان این موضوع چی میشه، میگفتن خب تو قوانین ما هست، برید مطالعه میکنید متوجه میشید. من اگه قرار بود قوانین رو مطالعه کنم که اصلا نیازی به شما نبود. قوانینی که همه میدونن که به درد من نمیخوره. من نیاز به نقاط کلیدی دارم، مسائل خاص دارم که به واسطه اونها بخوام برنامه‌ریزی کاریم رو انجام بدم. و یه کار خیلی زشت و زننده‌ای که من دیدم انجام دادن، یکیشون که رفت بیرون، حالا می‌خواست با تلفن می‌خواست صحبت کنه، یکی دیگه‌شون سریع تلفنش رو در آورد، به کسی زنگ زد و اونجا جلوی من تمام اطلاعات ایشون رو نقض کرد. و این خب از لحاظ بیزینسی من این کار رو 100% من رد میکنم. مثلا تو هر محیطی دیدید این اتفاق داره میفته، اگر قدرت تقسیم بین 2 نفر و شما به هر جفتش نیاز دارید، درنگ نکنید، اون جلسه رو قطعا ترک کنید. من جلسه قرار بود 3 ساعته اونجا باشه و باشون صحبت قرار بود بکنم، تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه سریع کردم موضوع رو جمع کنم. اونم سر احترام بود، احترام به اون کسی که معرف اونها بود و به من گفته بود که بیام اونجا. جلسه آخرم که در واقع برای صنایع دستی بود، اونجا من خب با اون خانم که بهتون گفتم خیلی خانم خوبی بود، من باشون صحبت کردم، یه سری قولها به من دادن که البته میگم تا زمانی که اونها تایید نخواد بشن نظر من، همه نظر من فیکن.
یعنی تو بیزینس به هیچ وجه نباید اعتماد بکنید تا زمانی که یک چیزی رک و راست نخواد باشه، یک چیزی که شفاف نخواد باشه، اصلا نباید در موردش حتی برنامه‌ریزی بکنید. اما من حالا اگر بخوام از اون مرحله رد بشم، اون کسی که معرف ما بود، خب اونجا اون خانم به واسطه حالا که بخواد کارها سریعتر بخواد انجام بشه شماره منو خواست. من شماره خودم رو ندادم، شماره در واقع همراه رو دادم، ولی باز خب بالاخره بازم حالا ایشون آخر جلسه شماره من رو بازم شخصا گرفتن. من آدمی نیستم که بخوام کسی رو هیچ وقت دور بزنم، اصلا این اخلاق من نیست، ولی خب متاسفانه اینجا ایرانه و خب خیلی به این موضوع فکر میکنن. اما خب من شاید تایید بکنم اون ذهنیتی که برای اون معرفمون اتفاق افتاد. ایشون به من گفتن که برای پنجشنبه صبح ما یه جلسه دوباره بذاریم، چون تایمی که قرار بود اونا بیان خب بالاخره تهران دیگه، بچه‌ای که تهران هستن میدونن شما یه قرار رو 3 تام بخواید بکنید، هر چقدر جلوتر راه بیافتید با تأخیر میرسید و من چون بعد اونجا باید جای دیگه هم باید میرفتم دیگه، نشد بیشتر بمونم پیششون. قرار شد که ما صبح هماهنگ بکنید. من بازم با اون معرفه احترام گذاشتم، گفتم خب باشه خانم فلانی شما حتما تایم رو ست بکنید و به من اطلاع بدید. و من تایمم بین ساعت تقریبا 8 تا ساعت معذرت میخوام بین ساعت 10 تا 1 من تایمم آزاده و شما هر تایمی بگید من در خدمتتون هستم. خب ما رفتیم خونه، دیدم خبری نشد، به اون شخص پیغام دادم چون من برنامه فردام چون نمایشگاه داشتم باید میرفتم، میخواستم ببینم اگر که برنامه کنسله من با فراغ باستری توی نمایشگاه بخوام بچرخم. و ایشون یه پیغام به من دادن که خانم فلانی گفتن که من سرم شلوغه، اگر صحبتی هست آنلاین باشه یا تلفنی بخواد باشه. خب من این در جا این کلید توی مغزم زده شد و متوجه شدم این برخوردها، این اتفاقات بچه‌ها نشون دهنده ضعفه. کسی اگه توانمند باشه و منی که وارد یک سیستم میشم، وارد یک شخص رو میخوام بشناسم، وقتی بدونم اون توانمنده هیچ وقت به دنبال دور زدنش نیستم، چون میگم البته میگم اینا برمیگره به اخلاقیات من اینجوریه. من میگم الان که با ایشون دارم کار دارم میکنم، خب فردا روزم دوباره یه کار دیگه دارم، دوباره میتونم با ایشون کار کنم و میتونم روی ایشون حساب باز کنم. ولی وقتی اینجوری برخورد میشه مشخصه که طرف یه آدم ترسوه توی بیزینس، یا شاید دستش خیلی خالیه و یا اعتماد به نفس خیلی پایینی داره و من همه اینا رو نقاط منفی من میگیرم. اما با این حال من به خودم هرگز اجازه نمیدم که توی سیستم ایشون رو بخوام از طرف خودم حذف کنم. اجازه میدم که اگر قرار حذفی هم بخواد باشه یا اتفاق قرار باشه از طرف روبروم بخواد صورت بگیره یا اشتباهات خودشون بخواد باشه، ولی من تا اونجایی که من بتونم ایشون رو حفظ میکنم. سهم و حالا اون کاری که قرار بوده ما انجام بدیم، هر اتفاقی که توش بیفته ایشون و همسال ایشون همیشه شریک من هستن و من هرگز اینو فراموش نمی‌کنم که اگر ایشون نبود خب این ارتباط ها هم نبود، این صحبت ها هم نبود و اگر این اتفاقی هم قرار باشه بیفته خب اصلا توهم بیش نبود. این کل موضوعاتی بود که من بچه‌ها صلاح دیدم بهتون بگم. خیلی جزئیه، نمیخوام زمان ویدیو خیلی طولانی بشه، ولی اگر دوست دارید من خیلی نکات هست که من میتونم بگم، حتی میتونم یک ویدیو جداگونه ضبط بکنم در مورد 0 تا 100 یک ارتباط، شروع، ادامه و پایان یک ارتباط، شیوه‌های خوب مذاکره، این که چه نکاتی رو از توی حرفا رفتار بکشید بیرون، حتی گاهی اوقات سوالات پرت بپرسید که اون ته ذهن یک نفر رو در بیارید. من دقیقاً تو مناطق آزاد همین کار رو کردم که فهمیدم اینا اصلا در حد اون چیزی نیستن که داشتن میگفتن و حرفاشون حرفای خیلی دور از ذهن بود. حالا بازم میل خودتونه، پیام بذارید بگید من چه کار بکنم. بچه‌ها من یک سفر دیگه دارم به تهران برای دیدن همین خانم، حتما اونجا سعی میکنم ویدیو بگیرم براتون، یه صحبت کوتاهی با اون خانم داشته باشیم و کارهایی که میتونیم انجام بدیم و قطعا توی اونجا میگم. من عادت ندارم جلوتر در مورد چیزی بخوام صحبت بکنم و همین. بازم اگر مطلبی بود، نقطه نظری بود، چیزی بود که میتونست کمک بکنه، ببخشید بچه‌ها صدای پرنده هم میاد، من عاشق پرنده هم.
ولی اگر اذیتتون میکنه به من بگید، من بار بعد جابجاشون میکنم که اون وایسشون نخواد زیاد اذیت شما بخواد بکنه. هر کمکی که فکر میکنید از دست من برمیاد من خوشحال میشم بکنم بهتون، و چون که خودم هیچ وقت هیچ راهنمایی نداشتم، هیچ کسی نبود که رایگان بخواد چیزی در اختیار من بذاره، یا اصلا کسی نبود که بخواد چیزی در اختیارم بخواد بذاره، دلسوزانه واقعا بخواد این کارو بخواد انجام بده. سر همین من این ایده تو ذهنم اومد که این چنل رو در واقع بزنم، این دور همی رو در واقع بخوام بزنم که اگر موضوعی هست شما به من یاد بدید، اشتباهات من رو بهم بگید، و من عاشق یادگیریم. خیلی خوشحال میشم اگر شما هم نقطه نظری دارید در مورد جلسات، شیوه جلسات، یا ایده‌ای دارید، یا اینکه اتفاق بدی براتون بوده یا خوب بوده، بنویسید بذارید. من خیلی خوشحال میشم، قطعا ازتون نام میبرم، قطعا خوشحال میشم حتی اگه بتونم باهاتون همکاری بخوام بکنم. ما یه تیم خیلی بزرگ رو داریم فراهم میکنیم از داخل ایران توی بخش‌ها و بعدهای خیلی مختلف، تقریبا با 22 کشور عرب زبان و بعدش اروپا و امریکا کار داریم میکنیم. تارگت اولمون حوزه خلیج فارسه، چون که اونجا بازار جهانیه و شما هر کسی داخل اونجا بتونه بذاره و به صورت صحیح پا بذاره. چون الان 99% کسی که اونجا هستن، من بهتون قول میدم بیشتر 3 تا 5 سال نمیتونن ادامه بدن، یا اصلا بیزنسشون در یه حدی میمونه. خیلی مهمه. من سر این موضوع حتما نقطه نظرها رو براتون میذارم، مخصوصا سفری که میخوام برم قطر. حتما بچه‌ها اون ویدیو رو ببینید، اون سر تا پا نکته است. ما با آدمای بسیار بزرگی داخل قطر، با حکمرانای قطر قراره بذاریم. اگر تونستم حتما سعی میکنم براتون ویدیو براتون بگیرم، اتفاقاتی که اونجا افتاده، اخلاقیات، منشات و تمامشون رو من توی ویدیو بدون هیچ گونه سانسوری، من بچه‌ها حتی ادیتور و حتی چیزی دیگه هم نمیخوام اضافه بکنم که حتی یک موضوعی که شاید از نظر ایشون مهم نخواد باشه حذف بخواد بشه، ولی خب شاید همون یه نکته کلیدی بخواد باشه، من همه چیزو پشت سر هم میذارم. ولی بازم اگر شما دوست دارید حالا ویدیو حالت اونجوری که داخل یوتیوب میبینید باشه، یا حالا به سبک دیگران بخواد باشه، یا اینکه اگر اونجوری علاقه دارید بهم بگید، هیچ اشکالی نداره. هر نقطه نظری که هست من با دیده باز میشنوم و سعی میکنم اگر صحیح باشه انجامش بدم قطعا. و ارادتمند همتونم، دوستتون دارم. انشالله که بتونیم در کنار هم باشیم، از هم چیز بتونیم یاد بگیریم. بوس بهتون.